دومین قسمت رادیو پیک ویژه انتخابات قلابی رو با یک سلام گرم و ارادت خاص تقدیم میکنیم به همه خوبایی که رأی نمیدن. سلام 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 همگی سلام همگی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام. آقایون گل و خانمای گرامی، اخبار داغ و تنوری انتخابات با خبر پخش مناظره ها به صورت مرده جزغاله شد. یعنی با این تدبیر ما در این مناظره ها هیچ حرفی نمیشنویم از قتل عام 67، سرکوب قیام های 18 تیر، 88، قتلای زنجیره‌ای، حقوقای نجومی، اختلاس قوه قضاییه، گرونی، فساد، زمینخواری، استخدام نجومی. آقا این چی بود؟ پارازیت بود؟ بله خب خلاصه اون چیزایی که گفتم رو نمیشنویم. حتما اون چیزی که میشنویم از گل و بلبل و مقام عظما و خلاصه همه چی آرومه. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم، تو به من دل بستی از چشات معلومه، من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. خب بابا چرا اینقدر میترسین؟ خب از 100 تا فیلتر ردشون کردین دیگه، همشون ولایت مدار و ولایت محور و ولایت سوار و ولایت باز. آقای رحمانی فضلی شما بگو. مگر مواردی که خلاف اخلاق باشه، مواردی که تهمت باشه، مواردی که اتهام باشه، مواردی که با شؤونات کلی اخلاق عمومی هماهنگ نداشته باشه، این جزء مقرراتی است که باید رعایت بشه. آها، یعنی اینقدر گندش بالا اومده که حتی جرأت ندارن به یه ولایت مدار چفیه بازم دوربین زنده بدن. والله حقم دارن. من خودم اگه کاندید می شدم قرار بود جلوی دوربین زنده مقابل رئیسی ازش انتقاد کنم، با این جمله شروع می کردم که حاج آقا اگه اعدامم نمی کنین، میخواستم بگم که یا اگه مثلا جلوی روحانی مناظره می کردم، جمله اولم این بود که اگه سیمان تو حلقم نمی ریزی، میخواستم بگم من که عاشق ترینم، تو فرصت ندادی، تو فرصت ندادی، تو فرصت ندادی. لامصب شفافیت و آزادی بیان تو مملکت موج میزنه. غرق نشیم تو این موج. صلوات. شنوندگان ارجمند توجه فرمایید، شنوندگان ارجمند توجه فرمایید، مناظره های انتخاباتی 96 زنده شد. به 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 به، چه شود؟ رادیو پیک 20 میخواست 100 آورد. آقا کور از خدا چی میخواد؟ 2 تا چشم بینا. پس در روزهای آینده با برنامه‌های بسیار بسیار داغ‌تر در خدمت شما خواهیم بود. یکی از خبرگزاری‌ها امروز دلیل انصراف مهرداد بزرپاش رو اعلام کرد. گفتن که به خاطر تماس از بالا انصراف داده. به این ترتیب ما هم درباره بقیه نامزدهای نمایش انتخابات یه حدسای کوچولو زدیم. دلیل رد صلاحیت بقایی، تماس از پایین. دلیل رد صلاحیت زاکانی، تماس از راست. دلیل تایید صلاحیت میرسلیم، تماس از هندوستانه. دلیل رد صلاحیت احمدی نژاد، SMS از مادر چاوز. علت رد صلاحیت محمد قرضی هم این بوده که هر چی زنگ زدن رد تماس دادن ایشون. تلفن میکنم جواب نمیدی، کسی رو مثل من عذاب نمیدی. تلفن میکنم جواب نمیدی، کسی رو مثل من عذاب نمیدی. یکی دیگه از دلایل رد صلاحیت احمدی نژاد هم مشخص شد و یک کلیپ محرمانه از یکی از حجج اسلام به دستمون رسید که میفرماید آقای مسیح مهاجری در ملاقاتی که با من داشت گفت که آقای هاشمی گفته نباید بگذارین بار دیگه آقای احمدی نژاد دیگه رأی بیاره در انتخابات آینده، به هر قیمتی هست باید او را با شکست مواجه کنیم و نذاریم که رأی میاره. میگم من سوال کردم نظرتون به کیه؟ میگفت جواب داد که احمدی نژاد نیاد، هر خری میاد اب نداره. البته این جمله رو از قول حاج اکبر کوسه گفت که خب مرد و ندید که این بار نظرش به نظر مقام عظما نزدیکتر. اکی اکی اکبر اکبر
ببارو صدا تو اکبر، اکی اکی اکبر اکبر، بکش سسا تو اکبر وای اکبر. آقا خبر دادن که هرچی وزنه بردار و فوتبالیست و خواننده و نوازنده و خلاصه همه این شاخهای اینستاگرامی شورای شهر رد صلاحیت شدن. دوستی نوشته بود که با رد صلاحیت احمدی نژاد، قرضی، عباس جدیدی و اینا رسما کمر طنز مطبوعاتی شکست. یارم چه غریبانه رفتم از این خانه. آقا ما بالاخره نفهمیدیم انگیزه این محمد باقر خالیباف از کاندید شدن چیه. هی میاد کاندید میشه، رأی نمیاره، باز 4 سال بعد سر کلش پیدا میشه. بعضی از طرفداراش با این شعار اومدن تو صحنه که هم خوشگله هم بوره، حتما رئیس جمهوره. یه دم اومدن گفتن نه خوشگله نه بوره، زیادی بیشوره. دیگه حالا خب ما وارد این دعوای جناحی نمیشیم چون خوشگله باید برسن. خب آقا صفر چسبیم که بریم یه سر بزنیم به ستاد تبلیغاتی آیت الله قتل عام که با شعار کار و کرامت دار و کراهت به صحنه اومد و چراغ اول بگیر و ببند و روشن کرده. طرف نه به باره نه به داره، برگشته گفته حجاب یک حق خصوصی و شخصی نیست. یعنی چی؟ یعنی حجاب ملک طلق عمته؟ خیلی خوش رایحه‌ای جلو بادم نشستی؟ بابا بهت میگن آبرام دراکولا. بعد نیومده نسخه پیچ حجابم شدی؟ اینجاست که میگن از کوزه همان برون تراود که در اوست. با همین فرمون که بریم در روزهای آینده فقط یک مسواک میمونه که جزو حقوق شخصی ما باقی بمونه. دوست عزیزم جواد سیمین از ایادی استکبار جهانی که خیلی هم بچه خوبیه، خوراکش هم تشویش اذهان عمومیه، تو کار توهین به شخصیت‌های نظام هم الحق و الانصاف خیلی خبره است. آفرین. بله ایشون یک فایل بسیار محرمانه از دیدار رئیسی و نماینده پوتین برای ما ارسال کرده که ما هم به هیچ مقدمه‌ای میفرستیمش رو آنتن رادیو پنج. خب خیلی خوش آمدید. قدم رنجه فرمودین. هوای مسکو چطوره؟ خیلی سرده نه؟ اون نامه‌ای که فرستادم رو حاج آقا پوتین مطالعه فرمودن دیگه انشالله. به هر حال خواستیم بدونن که بعد از انتخابات همچنان گاز رو میدیم به شما هم اجناس بنجلتون رو بالاخره صادر کنید به ایران دیگه. خلاشو تبارش خلاشو. بله اون که حتما بالاخره شما هم باید یه سهمی از سفره انقلاب داشته باشید. خلاص اون مسقه ازت مال کداست خلاص. والا من فکر میکنم نظر آقا هم به من نزدیک باشه. به حول و قوه الهی شما نیروگاه بوشهر رو ادامه بدین، از این ترقه مرقه هاتون هم بیشتر بفرستیم. بالاخره ما هم خمس و زکات شما و برادرای روس رو فراموش نمی کنیم. یاسکو مارا ده بوشهر اسکاراس و میز خارش باشه. نه اون که اصلا اب نداره، اصلا مشکلی نداره. اگر پول هم ندادین مهم نیست. یا تسکاس ما دابوس خاصا ماما را کن. عجب بندم اتفاقا گرسنه هستم. یه لقمه نون و بوقلمونی هست. مهمان آستان قدس هستیم. بالاخره بفرمایید فعلا بریم تناول کنیم. بفرمایید. لاسکی اسکاس مسکراس. Боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и дочка. خب آقا از بس از این آخون ماخوندا و اراذل و اوباش صحبت کردیم که اصلا حالمون گرفته شد. رامتین جان آخر برنامه سر چراغ یه چیزی بذار بشوره ببره. از ما خدا حافظ، خوب و خوش و خرم باشید. آقا بیا. ما همونیم که میتونیم پشت بوم آفتاب و خوش ابرم پاشی کنیم. ما رو دست کم نگیم. ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس رو با رنگین کمون کاشی کنیم. ما رو دست کم نگیم. خواب گل سرشار عصره سرخ قصه های ما رو تن ستاره مهره آبی رویای
شهر وعدگاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی، جای ترس نه، جای شک نه، جای تو نه، جای ماست. ما همونی که میتونیم پشت بوم آفتاب و با شبنم و پاشی کنیم، ما رو دست کم نگیر، ما رو دست کم نگیر. ما همونیم که میتونیم کف اقیانوس و با رنگین کمون کاشی کنیم، ما رو دست کم نگیر، ما رو دست